طراحی با آبرنگ همیشه برای من خیلی لذت بخش بوده. مخصوصا کشیدن این گل شیشه‌ای جذاب و راحت. بریم که یاد بگیریم چجوری بکشیمشون. روی رنگ زمینه‌ای که دوست داری که من پیشنهاد میدم یه رنگ روشن باشه، تاپ مات بزن و بذار که خوش بشه. بعد چند قطره آب بریز روی پالتت و یه کمی از رنگ مورد نظر تو بهش اضافه کن تا به یه ترکیب رقیق‌تر از رنگت برسی. برای کشیدن گلبرگا شیپ مورد نظر تو به صورت لکه بذار روی پالت و چند ثانیه بهش زمان بده تا خودش رو بگیره. بعد قلمتو پاک کن و شروع کن مثل من از وسط آب اضافی لکه‌تو به سمت بیرون و پایین گلبرگ جمع کن و با دستمال خشکش کن. همینجوری به ترتیب گلبرگای بیس رو بذار. 30 ثانیه بهشون مهلت بده تا خشک بشن و شروع کن به گذاشتن لکه گلبرگ‌های روی. برای برداشتن آب اضافی لکه‌های رویی باید حتما به سمت مرز خطی با گلبرگ‌های زیر این کار رو انجام بدی که طرح تمیز در بیاد. و در انتها هم شاخه گلمون رو میکشیم. فقط باید حواستون باشه که حتما ظریف این کار رو انجام بدید. در آخر هم میتونید با ژل تخم مرغی، اسپایدر ژل یا استیکر طرحتون رو دیزاین کنید. 2 کار خیلی مهم هست که برای طراحی آبرنگی حتما باید انجام بدی تا طرحت فیکس بشه. تو کپشن برات نوشتم. امیدوارم که برات کاربردی باشه.